90% آدما خمیرشون خراب میشه، اونم به خاطر اینکه یه رسیپی درست براش ندارن. امروز قراره با هم یه خمیر همه کاره آماده کنیم برای غذاهایی مثل پیتزا، پیراشکی، پیده و هر غذایی که خمیری باشه. خمیر راحتیه، دردسر اضافه‌ای نداره، نیاز به کلاس آشپزی نداره، فقط یه خمیر همه کاره است که نجاتمون میده. برای درست کردن خمیر مایمون نیاز به شیر ولرم داریم، یعنی نه سرد باشه نه اونقدر داغ که دستتون رو بسوزونه. شیرمون رو میریزیم، باید بهش خمیر مایه و شکرمون اضافه کنیم. قشنگ خوب هم میزنیمش تا کاملا شیر و شکر و خمیر مایه با هم مخلوط شه. بعد نیازه که یه چیزی رو بذاریم روی اینا، بذاریمش یه گوشه، حدوداً 6-7 دقیقه استراحت بکنه تا خمیر مایه به عمل بیاد. روی شیر یکم کف میکنه، اون موقع یعنی خمیر مایه‌مون آماده است. همینجوری که داره خمیر مایه‌مون استراحت میکنه، بریم بقیه مواد خمیرمون رو درست بکنیم. توی یک ظرفی یه دونه تخم مرغ بشکونید، بهش مخلوط شکر و نمک اضافه کنید. اندازه دقیق تمام موادم براتون توی دیسکریپشن نوشتم. بهش روغن اضافه میکنم، با هم مخلوطشون میکنم و حالا مخلوط شیر و خمیر مایه‌مون هم اضافه میکنم. ببینید این کف یعنی که این خمیر مایه کاملا به عمل اومده. بچه‌ها برام توی کامنت ها بگید که چند سالتونه که دارید چنل ما رو همراهی میکنید. این خمیر باید کنارش همزمان یک مقدار دقیق آرد داشته باشید که همش رو ذره ذره اضافه بکنید به مخلوط شیر و خمیر مایه و بقیه موادمون. از طرف دیگه هم یه ظرف کوچولو آرد کنار خودتون داشته باشید، چون خمیرها بسته به میزان باز شدن آردشون نیاز به این دارن که یه کوچولو آرد کمتر یا بیشتر داشته باشن. برای همین شما میتونید یه ظرف آرد کنارتون داشته باشید. اگر احساس کردید که هنوز خمیرتون خیلی خیسه، قاشق قاشق بهش آرد اضافه کنید. حالا قشنگ همه اینا رو با هم مخلوط میکنیم تا یه خمیر منسجم واسه قبل از ورز دادن داشته باشید. شما میتونید از یه جایی به بعد که یکم خمیر منسجم شد با دستتون بهش یه شکل اولیه بدین، یعنی در واقع خمیرتون رو منسجم بکن. در نهایت قبل ورز دادن شما نیاز به یک همچین بافتی دارید. اگر خمیرتون از این شلتر شد، بهش ذره ذره آرد اضافه بکنید تا یک دست کامل به این قوام برسه. توی این مرحله باید خمیرتون رو شروع کنید روی سطح ورز دادن تا کاملا صاف و یک دست بشه. بچه‌ها در واقع خمیر همه کاره ستون آشپزیه. طبق آمار 60% غذاهای آردی مثلا مثل پیتزا، پیراشکی یا هر چیزی یک فرمول بیسیک اولیه داره. فقط در انتها حالا مواد میانیشون و چینششون با هم فرق میکنه. یعنی شما اگر یک خمیر همه کاره بلد باشید میتونید کلی غذای خوشمزه و متنوع درست کنید و در نهایت دیگه دغدغه این که واسه شام و نهار چی بپزید رو نداشته باشید. قشنگ این شکلی ورزش میدیم تا خمیر یک دست بشه. یادتون نره که ویدیومونم لایک بکنید. خب خوبی این خمیر اینه که میتونید راحت تا چند روز توی یخچال و فریزر نگهش دارید و اصلاً خراب نمیشه. قشنگ اینجوری بکشینش، دوباره جمعش کنیم. خب یک دست بشه. و میبینید اصلا هم به دست نمیچسبه.
در نهایت شما یک خمیر کاملا نرم و یک دست دارید. اگر همون موقع که این خمیر رو درست کردید خواستید باهاش غذا درست کنید، اجازه بدین حدوداً 1 ساعت توی یک ظرفی که یکم چرب شده استراحت بکنه. تا اینجای ویدیو که اومدید یعنی خمیرتون آماده است، بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو پیده اسفناج ما رو ببینید تا یک غذای سریع و ساده و خوشمزه با این خمیر همه کاره درست کنید.